سطر به خاطر خودم انتخاب کردم، برای آخرتم آباد چیدم، برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کس مقطع به چشم بعد نگاه هم نمیکنه، سلام شب پر علیک میگیرم. بعد که وقتی که اگر مقصد حوض قانون برای که سطر واقعا من میکنیم در این کار به حد من غمگین میشم، زیق میشم. با خاطر که ای کودکی اختیار دهیم بود که من باید سطر کنم برای مقصد آباد کردن هم این دنیا و هم آخرتم. در پیش حقوق و قانون و قاعده همه بنده برابره. وقتی که مقصد یک لوچ میگرده در او مقصد کاردار نمیشون و یک از محکمه در او کاردار میشن، ایش هم آری آداب نیست. التماس حقوق ما را باید پایمال نکنه. ما همچون در هم پیش خداوند، در پیش همین بنده ها، در پیش همین کلان شونده ها التماس میکنم تا اگر در کار شود نماز هم میخوام، دعا را میکنم که میگم بهترین چیز در دنیا یا دعا کردن، دعا میکنم که همین سطر من نکنم. من با اختیار خودم پوشیدم، مرا هیچ کس مجبور کردگی نه. من که پوشیدم برای من هیچ کس کاردار نشم، من هم با هیچ کس کاردار نمیشم که باید پوشیدگی یا اینکه نپوشیدگی. من کنم گویا گو خیلی دیگه یک رومال کلان میبندم، لیکن من نمیکنم. این میمونه تا آخر، برای که این از اول از قدیم الایام در قرآن اومدگی. من با اون شرط، من با اون خاطر سطر میکنم که این گفته خداوند است که هر شخص زن باید که همه وقت پیچاندگی باشد. من با یگام کس کار ندارم که اون چی میپوشد نمیپوشد به چشم بعد نگاه نمیکنم. من این گفته خداوند پروردگار پیغمبر من امینا میپوشم. اگر این چیز رو من کند خونشین میشینیم، کوچه نمیبریم، ده کار نمیکنیم، ما امی سطر رو میکنیم، مقصد میبریم ای خونه که از روزگارمون بیامیم، از زندگیمون پیش بریم. ما با همه چیز میکنیم میبریم. اگر این چیز رو من کند ممکن که ما خونه نبریم. ما طرفداری وای که سطر نشود، من شود مورچه میدرگ بنده شوکی ملی پوشم. ما طرفداری همین سطر هستیم که من شود و قانونی جنوبی عالی. برای چی که مولی ما نیست، مولی آدمای بالا هست. برای چی که مولی این آدمای همین دیگه ملت میپوشه که ملتی ما خیلی نباید نپوشه. پیشترای خیلی بسیار همین سطر پوشی خیلی نو نبودن. من میدونستم که زنهای کلانسال میگرفتن روی مولای خیلی گلدار بود، رایدار بود میگرفتن. همون این هم یک قشلاق ها بود. این شهر با من کم میدیدم این قصه. حاضر نمیدونم خود یک کسب کاری باشد، یک اون چی باشد. این بسیار شدن همین بسیار. گرچه کودکای مایده با دخترچه‌های مایده با هم نمیپوشونن، من باید طرفدار نیستم. من همه مسلمان الحمدلله خیلی من قرآن میدونیم، نماز میدونیم، لیکن تا این درجه که همین دیگر خلق‌های دیگر جوبه تعصب در کار نیم. همین وی تاجیکی ملی خود ما کنه، من به همون روز است. هر کدام آدم باید انتخاب خودش کتی، وی خودش کتی همون کارای کنه، آزادانه کنه. چون وی تاجیکستانی ما دموکراتی وی ریسپوبلیکای دموکراتی، برای هوای همه باید فکر خودش گفته تاند، این کار خودش گفته تانستنش دارد. به خیال من سطر من کردن در کار نیو، هر کس انتخاب خودش کتی کردنش در کار. این کار تغییر قرآن به آمدگی و به آمدگی کیم که همون دلش کتی فهمیده، عقلش کتی اگر فهمیده همون کار کند، اگر این به خیال من کردن در کار نیو، هر کی خواهش خودش کتی این کار کردنش در کار. لیکن تو سیاه میپوشد که همون چیز نقص نیست.